وزارت کارهای داخلی روسیه خبر داد که در نیمه اول سال 2024 قریب 1000 نفر را از شهروندی روسیه محروم کردند. بیش از نصف آنها به دلیل دست داشتن در جنایت‌های مربوط به قاچاق مواد مخدر شهروندی روسیهشان را از دست دادند. قرار معلوم ماه اپریل سال 2024 به قانون فدرالی درباره شهروندی فدراسیون روسیه یک سلسله تغییرات وارد کرده شد که برای دست داشتن بیش از 40 نوع جنایت از شهروندی روسیه محروم ساختن خارجیان شهروندان تازه این کشور شده را اجازت می‌دهد. نماینده رسمی وزارت کارهای داخلی روسیه ایرینا ولک در تلگرام کانالش نوشت وزارت کارهای داخلی روسیه در نیم ساله اول سال 2024 شهروندی قریب 1000 نفر را برای به جوابگری جنایتی کشانده شدنشان قطع کرد. بیش از نصف قرارها در مورد قطع شهروندی برای صادر کردن جنایت‌های مربوط به گردش غیر قانونی مواد مخدر قبول کرده شدند. ایرینا ولک ذکر کرده است که در صورت دست به جنایت زدن آنهایی که شهروندی روسیه را به دست آوردند شهروندی آنها قطع کرده می شود. در ماده‌های 24، 25 و 26 قانون شهروندی روسیه از 28 اپریل سال 2023 رویخط جنایت‌هایی که صادر کردن آنها می تواند سبب از شهروندی روسیه محروم شدن مهاجران شود آورده شده است. از جمله برای چنین جنایت‌ها می توانند از شهروندی روسیه محروم بسازند. فعالیت افراطی یا تروریستی یا حمله تروریستی، دست زدن به عمله تروریسم بین المللی، مبلغ گذاری یا مساعدت به فعالیت افراطی یا تروریستی، صادر کردن عمل به ضد امنیت ملی روسیه، تجاوز به ناموس نابالغان یا تجاوز با عاقبت‌های وزنین، علاقه جنسی با نابالغان زیر سن 16، اعمال بداخلاقانه گروهی یا به مقابل کودکان، به معاملات برآوردن پولهای قلبکی، گروگانگیری، تشکیل گروه مسلح و یا اشتراک در آن، تشکیل گروه مسلح و یا اشتراک در جنگ به ضد منفعت‌های روسیه، پنهان کردن خبرهای بر دروغ درباره قوه‌های مسلح روسیه، عضویت در سازمان‌های متشکلانه جنایتی، مقام دزد قانونی داشتن در عالم جنایی، ربودن هواپیما یا چرخبال، تشکیل بی‌ترتیبی‌های عمومی، اشتراک به تکرار در میتینگ و راهپیمایی‌های غیر قانونی، دزدی و قاچاق سلاح و مواد ترکنده، قاچاق مواد زهردار و رادیواکتیوی، قاچاق مواد مخدر و وسایل پسیخوتراپی، به استعمال مواد مخدر مایل کردن دیگران به خصوص نابالغان، دعوت مردم به سرپیچی از اطاعت به مقامات، خیانت به دولت، جاسوسی، فحش کردن سر دولتی، سوءقصد به جان خادمان دولتی، سوءقصد به جان سودجه‌ها، سوءقصد به جان کارمندان حفظ حقوق، غصب حاکمیت، شورش مسلحانه، ویران کردن یکپارچگی روسیه، فعالیت دیورسیونی، برانگیختن کینه و عداوت، اشتراک در فعالیت سازمان‌های خارجی که در روسیه نامقبول اعلام شدند، سرکشی از خدمت حربی از جمله برای خود را بر دروغ بیمار نشان دادند، فرار از خدمت حربی، سرکشی از اجرای طلبات قانون درباره اگنت‌های خارجی، تغییر نشان و پرچم دولتی روسیه، دعوت به جنگ، سفید کردن فاشیسم، ارائه معلومات بر دروغ یا اسناد قلبکی هنگام دریافت شهروندی روسیه.